در یکی از بی‌نظیرترین سکانس‌های تاریخ سینما اینجا فارست کوچک رو داریم که به خاطر معلولیت نمیتونه حتی به درستی راه بره، چه برسه به اینکه بدوه. ولی اینجا باید بدوه. او تلاشش رو میکنه اما نمیشه، تا اینکه دوستش جنی فقط با یک جمله بدو فارست بدو، چنان تأثیری بر قلب او میذاره و چنان این باور رو در وجودش القا میکنه که میتونه بدوه. فارست واقعا میدوه، گویی روحش به پرواز در میان و تمام اون چفت و بست ها و آتل ها رو در هم میشکنه. اینجا درست همون جاییه که مولانا بهش میگه رهایی روح از زندان تن و با این شعر شاهکار کاملش میکنه. کنده تن را ز پای جان بکن، تا کند جولان به گرد انجمن. بله دوستان، این قدرت باور قلبیه.